7 نشانه رفتاری که اگه داشته باشی همیشه و همه جا محبوب همه میشی. قبل از هر چیز باید بگم احترام به دست آوردنیه و برای همین لازمه رفتار مناسبی داشته باشید تا دیگران به شما احترام بذارن و براتون احترام قائل باشن و در نهایت همین احترامه که شما رو برای همه محبوب میکنه. تقریبا همه افراد توی هر سن و سال و موقعیت اجتماعی دوست دارن محبوب واقع بشن و مورد احترام قرار بگیرن و جایگاهشون به عنوان یک انسان محترم حفظ بشه. اگر شما فردی هستید که مورد احترام دیگران قرار میگیرید، بهتون تبریک میگم، شما محبوب هستید. توی ادامه این ویدیو 7 رفتار رو با هم دیگه بررسی میکنیم که اگه اینها رو داشته باشید یا در خودتون به وجود بیارید، برای همه و هر کسی محبوب خواهید شد. مهربان باشید. همیشه با هر کسی که توی طول روز میبینید، از همسر و فرزندانتون گرفته تا همکار و حسابدار فروشگاه، مؤدبانه رفتار کنید. گفتن این حرف از انجام دادنش خیلی راحت تره، به خصوص اگه روز بدی رو گذرونده باشید. اما اگه میخواید محترمانه با شما رفتار بشه و محبوب باشید، باید با همه درست رفتار کنید و مهربان بودن رو از یاد نبرید. به دیگران همون طوری احترام بذارید که دوست دارید به شما احترام بذارن. میتونید کارهایی که انجام میدید همراه با ادب و نزاکت باشه. در هر جایی که امکان داره لبخند زدن رو فراموش نکنید و از کلمه لطفاً یا متشکرم استفاده کنید. محترمانه رفتار کنید. رفتارهای غیر محترمانه مثل چشم قره رفتن، استفاده بیش از حد از تلفن همراه رو کنار بذارید و برای درمان پرحرفی خودتون چاره‌ای بیاندیشید. این کارها نه تنها نشانه بی احترامی به فردیه که باش در ارتباط هستید، بلکه مانع از برقراری ارتباط بیشتر و حل مسئله هم میشه. به جای پرحرفی کردن سعی کنید مؤدبانه به دیگران گوش بدید. هر فرد این حق رو داره که به حرفش گوش داده بشه. حتی اگه هیچ وقت با ایده یا نظر کسی موافق نیستید، باز هم میتونید به حرفش گوش بدید. خوب گوش کنید. گوش دادن یک فرایند فعاله و به هیچ وجه منفعل نیست. گوش دادن به این معنیه که شما افکار و عقایدتون رو از ذهنتون خارج میکنید و واقعا به چیزهایی که دیگران میخوان به شما منتقل کنن گوش میدید. اغلب توی گفتگوهای امروزی نظرات یک فرد سبب میشه افکار شنونده تحریک بشه و اون هم داستان خودش رو با یک روند مشابه مطرح بکنه. به جای اینکه نظر خودتون رو بگید، با مطرح کردن چند سوال گوینده رو تشویق کنید تا چیزهای بیشتری به شما بگه. مفید باشید. افرادی که همیشه آماده کمک کردن به دیگران هستند یا توی موقعیت‌های لازم به دیگران گوش میدن یا به دنبال فرصتی برای کمک کردن هستند، احترام بیشتری دریافت میکنن و قاعدتاً محبوب تر هستن. به دنبال فرصت‌هایی برای کمک کردن باشید، حتی اگه قبلا این موقعیت‌ها رو نادیده میگرفتید. مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشید. منتظر نمونید تا کسی درخواست کمک بکنه اون وقت کمکش کنید. اگه ببینید کسی کمک لازم داره، کمکش کنید. بهانه تراشی نکنید تا محبوب باشید. فعالیت‌های شما بجز توی بعضی از موارد پیش بینی نشده بر اساس انتخاب هاتون صورت میگیره و دلیل برای بهانه تراشی وجود نداره. اگه معمولاً دیرتر از موعد به جایی که باید میرسید، احتمالاً به این دلیله که توی مدیریت زمان خودتون مشکل دارید. در صورتی که کار رو به اتمام نرسوندید، به احتمال زیاد به این دلیله که روی اون تمرکز نکردید یا به نظرتون انجام اون کار غیر ضروری بوده. لطفاً اشتباهات خودتون رو بپذیرید و به جای اینکه توی اون اشتباه باقی بمونید، به دنبال فرصتی باشید که اون اشتباه رو کنار بذارید و کار رو به شکل بهتری انجام بدید. همه اینها به شما کمک میکنه که در چشم افراد زیادی محبوب واقع بشید. خشم رو کنار بذارید. عصبانیت و ناراحتی به هیچ کس جز خودتون آسیب نمیزنه.
بیشتر از چند لحظه خشم رو توی خودتون نگه ندارید. کار خودتون رو جبران بکنید یا اینکه کلا ازش بگذرید. پس در حالت خشم باقی نمونید. توجه داشته باشید که استرس ناشی از خشم سبب ایجاد هیجان میشه و میتونه توی سلامتی شما مشکل ایجاد بکنه. یادتون باشه که هیچ کس ایدئال نیست و هر کسی مشکلاتی داره. پس به خودتون و دیگران اجازه بدید تا حال بهتری داشته باشن و با عصبانیت رفتاری انجام ندید و همینها باعث محبوب شدن شما میشه. مشتاق تغییر باشید. لجبازی شما رو به جایی نمیرسونه. قبول کنید که تغییر جزوی از روند تکامله. مهارت‌های رشد فردی رو توی خودتون تقویت کنید و مثلا به یادگیری مهارت‌های جدید بپردازید. فعالیت‌های جدید رو امتحان کنید. به خصوص رفتارهای غیر ارادی خودتون رو بررسی کنید و خودتون رو برای اینکه توی مسیر بهتر شدن قدم برمی‌دارید تحسین کنید. البته که رفتارهای زیادی وجود داره که میتونه باعث محبوب شدن شما بشه و باعث بشه دیگران احترام بیشتری برای شما قائل باشن. ولی ما توی این ویدیو فقط 7 مورد کلیدی رو بررسی کردیم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید و آگاهی دهنده بوده باشه. اگه فکر میکنین که این ویدیو به درد کس دیگه هم میخوره، لطفاً این ویدیو رو براش ارسال کنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.